سلام و درود، عرض ادب خدمت تمامی پلیرهای عزیز سرور ایران رول پلی. امروز در خدمت شما هستیم با یک ویدیو و یک آموزش دیگه. آموزش امروزمون هم دوستان تابلو تبلیغات هستش که بیشتریشون رو فکر کنم دیده باشین داخل شهرهای الس و شهرهای مختلف دیگه. دیدین که همچین تابلوهایی هست که مثلا فامیلی نمیدونم این چیز، فامیلی این چیز. برای تبلیغاتش امروز اومدیم بهتون نحوه آموزششو و نحوه ساختشو بهتون توضیح بدیم. شما برای این دوستان شما اول اسلش جی پی اس رو میزنین، بعد گزینه سومی که نوشته فکشن های قانونی، بعد شما میای پایین گزینه 10 رو میبینین که رادیو هست، نشنال پوبلیک رادیو هستش که اینو میزنین که میبینین برای مپ داخل مپ برای شما مارک شده اینجا که من از قبل اومدم که ویدیو تایمش زیاد نشه. ما میریم اینجا دوستان، بعد میریم داخل، گزینه آلت رو میزنین میرین داخل و میاین شما اینجا دوستان. اینجا میاین اینجا تابلوهایی که خالی هستش و اینجا برای شما خط سبز رنگ کشیده برای شما اون تابلوهایی که خالی هست. مثلا ما الان اینو میزنیم LS هستش که تابلو اینجا هستش، ما میزنیم یس رو میزنیم. خب اینجا دوستان شما تکستتون رو مینویسین، اسمی که مورد نظرتون هست رو اینجا مینویسین. مثلا میزنیم وکس ما اینو میزنیم، این چنج شد، میبینین اینجا چنج شده. این رنگشو میزنین دوستان که ما همین قرمز میذاریمش. خب ببخشید این بک‌گراند رنگشه، ببخشید این بک‌گراندشه. بعد اینجا فونتشه که مثلا میخواین چه جوری باشه، میخواین اینجوری باشه کم رنگ و یه جوری خطی فکر کنم، یا اینجوری میخواین باشه. ما همینجوری میذاریمش فعلا، اینجوری میذاریمش. این سایز تکستتونه، سایز مورد نظرتون رو اینجا بنویسیم. ما میزنیم 40 خوب نبود، میزنیم 50 و ما میزنیم 60. این بهتره، فیکسش میکنه. 70 هم میشه فکر کنم، نه این خیلی زیاد شد. همون 60 رو میزنیم، ما برای خودمون 60 رو زدیم. بعد اینجا دوستان نگاه کنین، میگه میخواین وسط باشه، پایین باشه یا بالا باشه. متن مورد نظرتون که میخواین روی تابلو باشه. مثلا پایین رو بزنیم میره بالا، ببخشید بالا رو رفت بالا. اینم که اینجوری کجش میکنه، هم وسط رو ما میذاریم. اینجام که دوستان نوشته چند روز میخواین تابلو رو داشته باشین. شما اگه یک روز خواستین میتونیم بزنین یه روز، مثلا اینجا میشه تا 7 روز رو ببرینش که ما همون 7 روز رو میزنیم، 6 روز ما میزنیم. میبینین ازمون پول گرفت و الان ما دیگه به هیچی دست نمیزنیم. میایم بیرون دیگه، میبینین که اینجا گفته پلاک نه ببخشید، تابلو شما دیگه موفقیت ثبت شد دیگه. اینجا ببینین اسم ما هستش فیکسکارول و تابلوی ما درست شدش که من اگه شد شاتشو میذارم تا ببینین. خب دوستان این بود از ویدیوی ما، امیدوارم خوشتون اومده باشه. چنل ما رو حتما ساب کنین که به حد مجاز برسیم و امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. تا یک ویدیوی و یک آموزش دیگه، بای بای، خدا نگهدار.